در میدان نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر گلستان ولایت سوغ نیز مراسم با تنطنه گسیل دعوت شوندگان این شهر به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. رئیس شهر گلستان ضمن برآمد خود از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت جوانان و سربازان و افسران یادآور شده قید نمود که حفظ وطن وظیفه مقدس هر یک نفر جوانی بننگ و ناموس و شجاع و دلیر می باشد. ذکر کرده شد که طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سال 29 آگوست سال 2025 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولدشان 1998 تا 2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اکتبر نوامبر با احتیاط رخصت کرده میشوند. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تکیهگاه با اعتماد دولت و سپری اقتدارمند ملت می باشد. امروز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان هم از لحاظ تأمینات مادی و تکنیکی هم از جهت قدرت و توانایی و مهارت حربی همچنین انتظام هیئت شخصی از سالهای پیشین افضلیت زیاد و بیشتر دارند. تاکید گردید که در روز نخستین دعوت تیر ماهی 75% نقشه معین شده اجرا گردید. همچنین جماعت شهرک‌های ادرسمان و زرنیسار نقشه دعوت را پورا اجرا نمودند. سابقه‌داران قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان والدان دعوت شونده‌ها ضمن برآمد خود قید نمودند که باعث افتخار است که امروز جوانان وطندوست کشور با سر بلند به صف قوه‌های مسلح شامل گردیده برای حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده خود را می‌گذارند. به نوازکران پیشاهنگ که کورس‌های مخصوص رانندگی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت سوغ را با موفقیت ختم نمودند، شهادتنامه‌های رانندگی در فضای تنطنوی سپرده شدند. بعداً چون عنعنه مراسم نانگزان برگزار گردیده مادران با نیت نیک به فرزندانشان خدمت صادقانه را تمنا نمودند. در قسم فرهنگی مراسم گسیل نوازکران به خدمتچیان حربی صنعتکاران بخش فرهنگی شهر برنامه رنگین فرهنگی را با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه منظور اشتراکچان کردند. سپس در طربخانه منیژه برای دعوت شوندگان دسترخوان عیدانه و برنامه رنگین فرهنگی تشکیل کرده شد. نودعوت شونده ها با احساس بلند وطنداری تاکید نمودند که با سری بلند به صف قوه‌های مسلح کشور شامل شده قرض فرزندی خود را ادا می‌نمایند. امروز من افتخار از آن دارم که فرزند من بوریف رستم پس از ختم دانشگاه با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیده در نزد مادر وطن قرض شهروندی خود را ادا می‌نماید. چون فرزندان ما به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌روند، آنها یک درس متانت می‌آموزند. چون از آنجا برمیگردند در حل یک مشکلی پیشبا نمیخورند و آنها با سری بلند همه معماهای زندگی را پس سر می نمایند. شکرگزاری میکنم که وطن ما امروز آباد است، مرز و بوم ما تنج است. این پیش از همه با شرافت آن که امروز فرزندان ما در قسم‌های حربی گوناگون خدمت میکنند، مرز بوم رو حفظ میکنند، محافظت میکنند. این البته فرزندای ما و شما است. و در دوام 34 سال صاحب استقلال کشور ما امروز با تحت سرفرماندهی قوه‌های مسلح تاجیکستان پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان امروز ما به سطح آن رسیدیم که تاجیکستان در همه سمت‌ها پیش رفت. همه ساله 2 مراتب موسم دعوت به صف قوه‌های مسلح میشد که این ادا کردن خدمت در نزد مادر وطن است.